طوری می شود که نگذاریم هیچی کنم. برشتر که اشاره کردن استاد عزیزگاه فیض، اگر به این یا اون شخص ایمون چه آواز ندهیم فکر میشه. برای عزیز یک بار مردم ما رو چنین فریب دادم، اگر به میدان نروی زنت 3 طلاق. برادر عزیز، طلاق زن مرد در دهان مرد دیگر هست. در کجا چنین آمده است که طلاق زن مرد در دهان کدام مرد دیگری باشد؟ چنین نیست. لیکن از بیسوادی یا کم فرهنگی دینی مردم، یعنی افراد جامعه، بعضی شخصیت ها سوی استفاده میکنند. و این یا اون شخص که شاید همون شخص در عائله و در جامعه شاید بدترین انسان باشد، شاید دورترین انسان از دین باشد، ولو با آواز ندادن اون انسان کافر میشه. چی گفتی؟ چرا چنین سوی استفاده و چنین عوام فریبی میکنن مردم؟ بس کنیم دین پاک رو در هر مسئله های فکرهای ناپاک خود آلوده نکنیم. بذارید که دین پاک بماند و دین صاحب دارد. صاحب دین در این شهر کلوب، من خادمای دین هستم که هیچ کس غیر از اینا دیگر حقی گپ زدن از نام دین ندارد. نگذارید که هر کس به خاطر به مقصد رسیدنش دین رو استفاده کند و سوی استفاده کند و خواهد که با این رو مرحمت به مقصد رسیدن از جوانمرد همچون پهلوان خدمت نشان بده، مردم بدونن که کی هستی، چی کار کرده میتوانی، مشکلی نیست. لیکن با عوام فریبی و بیسوادی و دیگر سوی استفاده از بیسوادی مردم یا که کم سوادی دینی مردم سوی استفاده کردن از روی دین سخن سلمانی نیست. نقشه کار با مردم در سطح پست قرار دارد. یعنی تا دوشنبه علاقه سر و صداهای رسیده است که در شهر کلوب علاقه مبارزه های سیاسی را حزب نهضت اسلام علاقه سر کرده است و مردم را به همون اندیشه هایی که پیشتر گفتیم که اگر تو به این حزب آواز ندهی کافر میشوی، فلان میشوی، محمدان میشوی، علاقه همین کارو خبرها رسید که سر شدن که خلاف طلبات های قانون های موجوده هستند.